به نام خدا سلام عرض می‌کنم خدمت بینندگان عزیز ارجمند و علاقه‌مندان به ورزش فوتبال. همونطور که ملاحظه می‌فرمایید بازی دو تیم آنیانگ LG از کشور کره جنوبی و استقلال ایران نماینده افتخار فوتبال کشورمون تا لحظات دیگر آغاز خواهد شد. که بازی اول با اتفاقات عجیب و غریبی همراه بود و با بارش شدید تگرگ، باران و سایر مسائل دیگه بازی دچار وقفه شد. حالا تا لحظات دیگر در زمینی کاملا باطلاقی و گلالود تیم استقلال و آنیانگ به مسافه هم خواهند رفت. اولی که تصویرش رو ملاحظه می‌کنید بازی رو بازیکن آنیانگ آغاز خواهند کرد. بازیکن در این زمین خصوصیات خاصی رو میطلبه، کاملا متفاوت با آنچه که تیم‌ها تمرین کردند. هر تیمی که از ضریب هوشی خودش بهتر استفاده کنه در این زمین و توپو بهتر به گردش در بیاره و از حادثه‌هایی که اتفاق میفته نهایت استفاده رو ببره و کمتر ریسک کنه، میتونه در این دیدار پیروز بشه. گداله اکیدی از استقلال در میانه میدان. بازم بازیکن تیم آنیانگ یوسانگ سو ساده کوتاه ایوا دفع تو بازیکن استقلال و این ضربه از راه دور که برومند توپو میگیره. این پا به توپ حرکت میکنه، اجازه کارو بهش نمیده. هاشمی نصر فوقیت برای فراز فاطمی، تک تک با دروازه‌بان و این میتونه پنالتی باشه. پنالتی، اعلام پنالتی برای تیم استقلال. لوجون رو ملاحظه میکنید که شنیدمش معترض هستن و این هم تماشاگران مشتاق حاضر در ورزشگاه آزادی. به نظرش زانوی پای چپ سالیچف برخورد کرد به فراز فاطمی. حداقل فراز فاطمی کار خودش رو خوب انجام داد. محمد نوازی حرکت میکنه، ضربهشو میزنه و به بیرون میزنه. ضربهشو محمد نوازی و بهترین وقت استقلال برای گل زدن به هدر میره. اصرار نوازی برای زدن ضربه به بالای دروازه بالاخره یه جا کار دستش داد، اون هم در این بازی حساس، اما خیلی هنوز وقت مونده و میشه گل زد به تیم آنیان. و بازی رو آغاز میکنه. یک ضربه از راه دور و پرویز برومند نزدیک بود کار دست تیم استقلال بده این حرکت. به برومند برخورد کرد و راهی کورنر شد. با هم نگاه میکنیم. مومنزاده، سیروس دی محمدی میندازه برای فراز فاطمی و توپی که راهی کورنر میکنن. سیروس بلند میفرسته، موقعیت برای سید عباسی و این ضربه زمینی که نزدیک بود دروازه رو باز کنه داوود سید عباسی. با پخش مستقیم دیدار تیم‌های استقلال ایران و آنیانگ LG از کشور کره در خدمتتون هستیم. احمد مومنزاده، یه پاس دعا، فراز فاطمی. مگه این توپ حرکت میکنه که در درون دروازه قرار بگیره؟ توپو میگیرن بازیکن آنیانگ. کورنر میزنه بلند، یک ضربه سر خطرناک و توپی که در درون دروازه قرار میگیره. آنیانگ با این ضربه سر مارکوی با 1-0 جلو میفته. نگران نیمکت ذخیره تیم استقلال آقایان عبداللهی و پوریدری رو لحظه دیدید. خود سیروس میفرسته روی دروازه و ضربه سر خطرناکی که سهراب بختیاری زاده مماس به تیر افقی دروازه رو بیرون زد. دیگر رو تیم آنیانگ میخواد انجام بده. کیم دونگ جین
بازیکن شماره 4 این تیم در کنار زمین حضور داره. این ضربه است که خیلی خوب زد سهراب. احمد مومنزاده، سید عباسی بلند می‌فرسته روی دروازه، مقدمه سیروس‌الدین محمدی، حالا باید کار تموم بشه توی دروازه. گل برای استقلال، یدالله اکبری. استقلال ایران 1، آنیانگ کره 1. قرار بود یدالله اکبری از بازی بیرون بره، اما همین الان گل زد یدالله اکبری. این بازیکن شما 11. یک بار دیگه نگاه کنید، باریکلا به فراز فاطمی، آفرین به دین محمدی و این هم ضربه اکبری که تو در گوشه دروازه قرار گرفت. این تعویض به حال بازی دنبال میشه، بلند فرستاده میشه روی دروازه. علی موسوی مقابل دروازه، توپو میگیره ساریچف. باید برومن بیرون بیاد، مش میکنه پشت محوطه جریمه. موقعیت بازیکن آنیان، سانس کوتاه هست، موقعیت برای بازیکن این تیم. بعد گل دوم با آندره سانتوس میزنه. کاشیما آنتلرز ژاپن، او گل تساوی بخش زده بود. خیلی خوب حرکت در این زمین دریبل زدن واقعا کار مشکلیه و توپی که در دم دروازه قرار گرفت. حالا دوباره کار برای استقلال سخت میشه. فکری میزنه، عالی میزنه و برمیگرده توپ ساریچک. سید عباسی وارد محوطه جریمه میشه. این بار پنالتی اعلام نشده و بازی دنبال میشه. داوود سید عباسی، محمود فکری و توپی که به بیرون